دعا کنیم پروردگارا امروزی سعید همه روزی ما رو با برکت مبارک، خصوصا پروردگارا مسلمانان مظلومی که زیر تیر و توپ قرار دارند، پروردگار اون ظالمان را نیست نابود مثل اصحاب فیل نیست نابودشان بگردان و مظلومان را عزت و نصرت و غلبه و نصرت نصیب روزی بگردان. صلاة و السلام علی رسوله الكریم صلوات الله علیه و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران علی اسلام، من همه شما نمازگزاران محترم را از صمیم قلب و مناسبت این روزی مبارک و روزی با برکت و روزی خوشی و خوشحالی از صمیم قلب تبریک گفته و از پروردگار برایتون عزت و برکت و سعادتی دائمی و ابدی را با دعا تمنا میکنم. خداوند عزوجل امروز عید و همه روز و همه وقتی ما و شما و امت اسلامی را نیک و با خیر و با برکت بگرداند و بین امت اسلامی اخوت و محبت و برادری و دوستی و یکدیگر فهمی و یکدیگر قدر کنی را ارزانی بگرداند. روز عید روز هست که نیت‌ها را نیک، قلب‌ها را صاف و پاک و عیادتی بیمار، یتیم، بینوا، بی سرپرست و قبل از همه این عیادت پدر مادر، زیارت پدر و مادر، اکا و دادر، اپا و خواهر، خویشاوندان، چرا که این صله رحم بین خویشاوندان همیشه برکت و عزت دنیا و آخرت را برای هر بنده مؤمن می‌آورد. بنده مؤمن مسلمان باید این روزهای مبارک را غنیمت بداند، چرا که با برکت شدن هر روز، چه عید چه غیر عید، وقتی بنده مؤمن عبادت ها، نیکی ها، صله رحم به یک بیچاره وقتی که انجام میدهد، اون روزش با برکت و اون روزش عید است. اما اگر خدای نکرده در روزهای مبارک با برکت با کدام بیرحمی و فسق و فجور و کارهای به ارزش وقتی که یا به معصیت انسان مشغول می شود، اگر اون روز یا که اون شب قدر هم باشد یا اون روز بهترین روزی سال روزی عرفه باشد یا که از بهترین روزها روزی عید هم باشد، اون روز برای اون انسانی که معصیت انجام میدهد اون روزی به برکت و روزی نحس می شود. برای همین بنده مؤمن در روزهای مبارک و روزهای با برکت، روزهای مخصوص، پروردگار این روزها را پیشکش کردگی است، برای ما تقدیم کردگی است تا اینکه در این روزهای مبارک رازیگیش به آسانی به دست بیاریم. در این روزهای مبارک با عمل اندک اجر و پاداش عظیم به دست بیاریم. این است، حالا چه شب قدر باشد، چه روزی عرفه باشد، چه روزی عید باشد، این روزهای با برکت معنای اون را دارد که بنده مؤمن با عمل اندک اجر عظیم به دست میارد و این روز را غنیمت میداند. هر بنده مؤمن وقتی که این روزها را غنیمت میداند، خدای نکرده حال طول سال با کسی رنجش دارد، قهری هست، کسی را رنجانیده است، هیچ وقت باید که یعنی حالا که کسی را رنجاند نباید در اون فکرش دوام دهد. اگر هر گناهی را انسان یا مسلمان هر گناهی را که انجام داد و در اون زیاده روی کرد یا از اون پشیمانی نکرد، این گناه به یک گناه شیطانی تبدیل می شود. حالا آدم علیه السلام هم گناه کرد، لیکن هر چیز زود پشیمانی کرد،
گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار ما ظلم بر نفسی خود کردیم، اگر نیامرزی ما را از گناه پاک نکنی، یعنی آدم و ما حوا، اگر از گناه پاک نکنی ما در زیان ابدی میمانیم. پروردگارا ما از این گناهی کرده پشیمان هستیم، ما رو بیامرز. در نتیجه پروردگار آدم علیه السلام را حالا از یک انسانی عاصی به یک پیامبر تبدیل داد. توبه نصوح همین است. برای همین حالا که وقتی که مسلمان معصیت گناه انجام میدهد و در اون معصیتش میباشد، این گناه شیطانی میگویند. این رو خدا نشان ندهد به عذابهای دنیا و آخرت انسان رو مبتلا و گرفتار و ناکام و بدبخت میکند. برای همین شیطان هم گناه کرد، گفتم آدم هم گناه کرد. آدم علیه السلام گناه کرد، پشیمانی و توبه کرد، پروردگار قبولش کرد و بهترین انسان تبدیلش داد. حالا شیطان هم گناه کرد، در گناهش یعنی چیز فرو رفت، باز مغرور شد، غرور کرد. برای همین محروم از رحمت الهی شد. حالا بنده مومن هم اگر کسی رو رنجونید، کسی رو آزار داد، ولی زندگی از حیات است، چی همسر باشد، چی فرزند باشد، چی پدر باشد، چی همسایه باشد، هر نفر چی همکار باشد، این روزها فرصتی هست که باید مسلمان غنیمت بداند و بخشش و پوزش و پهیلی و حلالی باید طلب کند تا اینکه این روزش مبارکت شود، تا اینکه گناهش گناه شیطانی نشود. گناه شیطانی شدنش در همون گناه باقی ماندنش هست، پشیمانی و توبه نکردنش هست. وقتی که پشیمانی و توبه نکرد، اون گناه و گناه شیطانی تبدیل می شود. اما بنده مومن وقتی که پشیمان می شود، توبه می کند، تضرع می کند، می رود سرخم می کند، عذر می خواهد، اون از گناه پاک می شود. حتی اون گناهش رو به یک اجر و پاداش، پروردگار اون گناه رو به یک اجر و پاداش تبدیل می دهد. مهم اساس بنده مومن نیتش نیک، قلبش صاف و پاک. این بسیار مهم است در حیات مومن و مسلمان که دویم نیتش نیک و قلبش صاف و پاک باشد، اندکی کوشش کند برای نیکی کردن و برای عملهای صالح. پروردگار به تمام عزت و برکت و سعادت میرساند. عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت را میدهد. میبینید که از یک انسانی که همیشه شکایت، حریص، سرسان، سرگردان، به یک انسانی بعد توبه و بعد تضرع و بعد زاره و بعد گریهش پیش پروردگار، به یک انسانی قناعتمند، راضی، قانعی، کاملی، بی‌ضرری، مفیدی، منفعتناک تبدیل می شود. در نتیجه نیت نیک و قلب صاف و پاک و کوشش برای عملهای صالح. و این روزها روزهای یعنی مخصوصی هست که پروردگار برای ما و شما تقدیم کرده است. این رحمت پروردگاری هست. حالا ببینید پروردگار میگوید که استعذ بالله قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو به امتانت، به بندگان من که اگر در گناه اسراف کاری از حد زیاد هم که گذرانیدن، هرگز ناامید از رحمت من نباشند. چرا که رحمت پروردگار فراگیر تمامی اشیاء و انسان، یعنی انسانی عاصی و گناهکار و دیگر هست. وقتی که توبه میکند پروردگار قبولش میکند. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. پروردگار بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان است. دعا کنیم پروردگار امروزی سعید، همه روزی ما رو با برکت مبارک. خصوصا پروردگار مسلمانان مظلومی که زیر تیر و توپ قرار دارند، پروردگار اون ظالمان را نیست نابود، مثل اصحاب فیل نیست نابودشان بگردان و مظلومان را عزت و نصرت و غلبه و نصرت نصیب روزی بگردان. پروردگار بین امت اسلامی اخوت و محبت و دوستی و برادری
و یکدیگر فهمی و یکدیگر قدر کنی دائمی نصیب روزی بگردان. پروردگارو همه این حاضرین به امید خانه‌ات آمدند و دست امید به سوی خودت برداشتند. در این روز مبارک و اجابت دعا همه حاضرین رو عزت و برکت و سعادت ابدی نصیب روزی بگردان. پروردگارو کشور ما را همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه عصمت خودت نگه بدار. تمام بلا و وبا و فتنه ها را ببردار. فیض و خیر و برکتت را دائمی و ارزانی و همیشگی بگردان. پروردگارا پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواهی این کشور و اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. خصوصا همه این حاضرین را عزت و برکت و سعادت دارین نصیب روزی بگردان. عید ما را مبارک و با برکت بگردان برحمتک یا ارحم الراحمین. بار دیگر همه شما رو تبریک و تهنیت میگویم. خداوند عزوجل مبارک و با برکت بگرداند.